من کارل هاینریش، ناخدای نیروی دریایی امپراتوری آلمان و فرمانده زیردریایی یو 29، این بطری و این نامه را در نقطه‌ای نامعلوم از اقیانوس اطلس به دست آب میسپارم. از مختصات دقیق موقعیتم اطلاعی ندارم، اما احتمالاً حوالی عرض جغرافیایی 20 درجه شمالی و طول جغرافیایی 35 درجه غربی باشه، جایی که زیردریاییم در قعر تاریک اقیانوس به گل نشسته. مدتها قبل دست از امید به نجات کشیدم و سرنوشتم و پذیرفتم. با این حال تصمیم گرفتم تا آخرین نفس تمام تلاشمو بکنم تا حقایقی رو در معرض افکار عمومی قرار بدم، حقایقی که هیچ وقت قرار نبوده کسی ازشون خبردار بشه. میدونم اونقدر زنده نمیمونم که خودم این کارو بکنم، چون شرایط فعلی به حدی غیر طبیعی و وحشت آوره که علاوه بر زمینگیر کردن زیردریایی، اراده آلمانی خودم رو هم دچار فرسایش کرده. در بعد از ظهر 18 ژوئن کشتی ترابری انگلیسی ویکتوری رو که از نیویورک عازم لیورپول بود با اژدر هدف قرار دادیم. البته به خدمه اجازه دادیم سوار قایق‌های نجات بشن تا گزارش خبری خوبی برای بایگانی خبری نیروی دریایی آلمان مهیا بشه. کشتی ویکتوری طی یک صحنه تماشایی غرق شد. همزمان با پایین رفتن دماغه پاشنه بلند شد و شناور تقریباً به حالت عمود در سکوتی سنگین و وهم‌انگیز به قعر اقیانوس فرو رفت. دوربین خبری ما صحنه ای رو از دست نداد و افسوس، واقعاً افسوس که اون حلقه فیلم با ارزش هیچ وقت به برلین نخواهد رسید. بعد از اتمام فیلم برداری، همونطور که مأموریت ایجاب می کرد، قایق‌های نجات رو هم با توپخانمون غرق کردیم و برگشتیم زیر آب. وقتی حوالی غروب دوباره به سطح آب برگشتیم، جسد یه ملوان روی عرشه زیردریایی پیدا شد. دستاش به شکل عجیبی نرده عرشه رو گرفته بودن. بیچاره جوان بود، سبز رو و نسبتاً خوش چهره. احتمالاً تبار ایتالیایی یا یونانی داشت و بدون شک از خدمه کشتی ویکتوری بود. یکی از همونهایی که 1 ساعت قبل سرنوشتشون رو رقم زده بودیم. از قرار معلوم برای نجات جونش به همون زیردریایی پناه آورده بود که به دستش غرق شده بودن. اینم یه قربانی دیگه به خاطر جنگ ناعادلانه و تجاوزکارانه‌ای که اون خوک‌های انگلیسی علیه سرزمین پدریمون به راه انداخته بودن. خدمه حین تفتیش جنازه تکه عاج عجیبی از داخل جیبش پیدا کردن. تندیس کوچکی که به شکل مرد جوانی با تاجی از برگ روی سرش تراشیده شده بود. معاونم ستوان کلنزه معتقد بود که اون شی قدمت و ارزش زیادی داره. برای همین از دست خدمه گرفت و با وسواس عجیبی پیش خودش نگهش داشت. یعنی همچین شی ارزشمندی چطور به دست یک ملوان عادی افتاده بود؟ نه کلنزه حدسی داشت و نه خودم. حین به آب انداختن جنازه 2 اتفاق افتاد که باعث بروز آشوب و اضطراب بین خدمه شد. وقتی جنازه رو پیدا کردیم چشماش بسته بودن، اما وقتی 2 نفر از ملوان هامون به نامهای اشمیت و زیمر جسد روی عرشه کشیدن تا به آب بندازن، چشمهای جنازه بر اثر تکانه باز شدن و میدونم که باورش سخته، اما عده زیادی از خدمه وهم و خیال برشون داشت که اون چشمها با تمسخر به اشمیت و زیمر خیره شده بودن. یکی از ملوان هامون به نام مولر، اون دهاتی خرافاتی، جوری تحت تأثیر قرار گرفت که تا چند دقیقه ایستاد و به جنازه روی آب خیره شد. مولر بعدها قسم می‌خورد که جنازه بعد از فرو رفتن زیر آب
مثل ماهی به طرف جنوب شنا کرده و از زیردریایی دور شده. این نمایش خرافاتی هیچ به مذاق من و کلنزه خوش نیومد. پس خدمه و به خصوص موله رو به خاطرش توبیخ کردیم. هرچند آشوبی که اون صحنه به جا گذاشت قرار نبود به این سادگی فروکش کنه. فردای اون روز گزارش دادن که حال تعدادی از خدمه نامساعده، اما هنوز نمیدونستیم وخامت اوضاع تا چه حده و چه بلایی به سرشون اومده. ظاهراً تحت تاثیر فشار عصبی ناشی از مأموریت طولانی دچار کابوس شده بودن. چند نفرشون گیج و منگ به نظر می رسیدن و وقتی مطمئن شدم که تمارض نمی کنن از انجام وظایف معافشون کردم. به خاطر تلاطم دریا به ناچار تا عمقی پایین رفتیم که از ضربات امواج در امان باشیم. در اون عمق به جز جریانات غیر طبیعی که زیردریایی رو بی وقفه به طرف جنوب هل می دادن، اوضاع نسبتاً آرام بود. اما صدفاً کلنزه حس می کرد که چیزی در سکوت اعماق اقیانوس بی صدا تحت نظرمون داره. ناله های خدمه بیمار داشت روحمونو فرسایش میداد، اما چون به نظر نمی رسید تأثیر خاصی روی روحیه باقی خدمه داشته باشه برخورد شدیدی نکردیم. با این حال سنگینی مرموزی روی شناور سایه انداخته بود. برنامه این بود که در همون مختصات بمونیم تا برای کشتی مسافربری داچیا کمین بذاریم. وقتی اوایل غروب به سطح آب برگشتیم دریا آرام شده بود، اما کاملا حس می شد که این آرامش موقتیه. در جهت شمال دوده ناو جنگی روی خط افق ظاهر شد، اما به دلیل فاصله زیاد از دیدشون مخفی موندیم. چیزی که بیشتر نگرانمون می کرد حرفهای ملوان مولر بود که هرچه به شب نزدیکتر می شدیم آشفته تر و دیوانه تر می شد. وضعیت ناجوری داشت و مثل بچه های تبدار هزیون می گفت. از قرار معلوم در عالم توهم جنازه هایی رو دیده بود که از پشت پنجره زیردریایی رد می شدن. جنازه هایی که خیره نگاهش می کردن و مولر چهره هاشون رو می شناخت. می گفت اون جوانی که جنازش رو پیدا کردیم و به آب انداختیم سرکرده اون جنازه ها بوده. حرفهای غیر عادی و وحشتناکی می زد. بنابراین دستور دادم شلاقش بزنن. نارضایتی خدمه از مجازات مولر مشهود بود، اما جز این چاره‌ای برای حفظ انضباط نداشتم. ملوان زیمر با تعدادی از خدمه اومدن دم در اتاقم و درخواست کردن که اون تندیس عاج عجیبو بندازیم به دریا، اما درخواستشون رو رد کردم. در روز 20 ژوئن وضعیت روانی دو تا از ملوان‌ها به نام‌های بوهم و اشمیت رو به وخامت گذاشت. حرکات و حرفاشون نشون میداد که چیز وحشتناکی ذهنشون رو درگیر کرده. افسوس که بین خدمه پزشک نداشتیم و هذیانگویی اون دو نفر درباره یک نفرین مخوف کم کم داشت نظم زیردریایی رو به هم میزد. بنابراین علیرغم میل باطنیم ناگزیر به برخورد جدی شدم تا مبادا هذیان‌هاشون خدمه و شناور رو به آشوب بکشه. خدمه قول دادن که از اون به بعد موله رو آروم کنن. ما هم تا شب آزادش کردیم و بعد از اون دست از دیوانه بازی برداشت. اما سایه جنونش هنوز روی شناور سنگینی می کرد. طی هفته بعد با وضعیت روانی وخیم خدمه دنبال کشتی داچیا گشتیم، اما تشنج و تنش با ناپدید شدن مولر و زیمر بالا گرفت. از قرار معلوم مولر و زیمر به خاطر عذاب روحی خودکشی کرده بودند. هرچند کسی ندیده بود که از دریچه دولایه شناور خارج بشن. حقیقتش خوشحال بودم که از شر مولر خلاص شدیم، چون حتی سکوتش روی خدمه تأثیر منفی داشت. حالا خدمه جوری ساکت بودن
که انگار ترس مخفی توی دلشون داشتن. خیلی ها بیمار بودن اما کسی سر و صدا نمی کرد. سطفان کلنزه هم از فشار شرایط عصبی بود و با کوچکترین چیزی از کوره در می رفت. مثلا به خاطر دلفین هایی که دور شناور جمع می شدن یا جریانات جنوبی که واقعا وجود داشتن، اما در کمال حیرت ما روی نقشه اثری ازشون نبود. رفته رفته معلوم شد که کشتی داچیا از اون ناحیه رد شده و هدف را از دست دادیم. نفس من و کلنزه توی سینمون حبس شده بود، چون انتظار داشتیم که احساس شکست روحیه خدمه رو تضعیف کنه، اما در کمال حیرتم خدمه به جای ناامیدی با آرامش و حتی خوشحالی مخفی با موضوع برخورد کردن. در ساعت 2 بعد از ظهر 28 ژوئن زیردریایی با انفجار غیر منتظره‌ای لرزید. نه از نقص دستگاه ها اثری بود و نه از کوتاهی در انجام وظیفه، اما شناور با شوک عظیمی تکون خورد. بعد از تحقیق مشخص شد که بر اثر انفجار در موتورخانه مخزن سوخت و بیشتر مکانیزم ها را از دست دادیم و 2 ملوان از رسته مهندسی به نام های رابه و اشنایدر در جا کشته شدند. سیستم تولید اکسیژن سالم بود و تا اتمام ذخیره هوای فشرده و باتری ها میتونستیم دریچه ها رو باز و بسته کنیم، اما هیچ توانی برای هدایت شناور نداشتیم. استفاده از قایق‌های نجات به معنای تحویل دادن خودمون به دست دشمنانی بود که بی دلیل نسبت به ملت بزرگ آلمان و نژاد ژرمن کینه داشتن و از طرفی مسئول مخابرات بعد از ماجرای کشتی ویکتوری نتونسته بود با هیچ زیردریایی آلمانی دیگه‌ای تماس بگیره. از لحظه انفجار تا روز 2 ژوئیه بدون برخورد با هیچ کشتی دیگه‌ای بی اختیار به سمت جنوب کشیده شدیم. به عنوان یک آلمانی تحصیل کرده دلم نمیخواد اینطور فکر کنم، اما انگار یک نیروی نامرئی هدایت زیردریایی را به دست گرفته بود. جالب این که دلفین ها هنوزم دور شناور جمع می شدن که با توجه به مسافت پیموده شده نه تنها عجیب بلکه کمی تهدیدآمیز به نظر می رسید. در صبح روز 2 ژوئیه ناو جنگی را دیدیم که پرچم آمریکا مثل یک گنجشک وحشت زده روی دکلش بال می زد. خدمه بیتاب شده بودن و اشتیاق تسلیم شدن به اون ناو مثل طاعون بینشون پخش شده بود. چیزی نمونده بود که شورش بشه و در نهایت سطفان کلنزه مجبور شد به ملوانی به نام تروپ شلیک کنه. گلوله‌ای که نظم را احیا کرد، اما بعدها معلوم شد که باقی چیزها را کشته. این کار خدمه را تا مدتی آروم کرد و بعد بی اون که دیده بشیم دوباره مثل یک حیوان زخم خورده برگشتیم زیر آب. اما مشکل تازه‌ای پیش اومد که اگر منم مثل خیلی ها ضعیف و خرافاتی بودم باعث می شد افکار بی اساس به ذهنم نفوذ کنن. با وجود تلاش های رسته مهندسی شناور هیچ فرمانی رو به رسمیت نمی شناخت. ترس خدمه از این بود که شاید دیگه هیچ وقت نتونیم آفتاب آبی و آسمان طلایی رو ببینیم. آفتاب آبی و آسمان طلایی. افسوس که دیگه فرصتی نمونده برای تصحیح خطاهای املایی. چند نفری شروع کردن به زمزمه کردن، زمزمه هایی درباره تندیس عاجز سطفان کلنزه، اما با دیدن لوله 7 تیر نگاهاشون دو زد و دست و پاشون رو جمع کردن. من و سطفان تمام تلاشمون رو می کردیم تا اون بدبخت ها رو با کار مشغول نگه داریم، حتی با این که می دونستیم کاری که انجام میدن بیفایده است. با کلنزه نوبتی می خوابیدیم تا مبادا دوباره شورش بشه، اما خدمه
ساعت 5 صبح روز 4 ژوئیه رو برای اون شورش ابلهانه انتخاب کردن. 6 تا ملوان باقی مونده ناراضی از این که 2 روز قبل تسلیم آمریکایی ها نشده بودیم از خشم دیوانه شده بودن. مثل حیوان زوزه میکشیدن، وسایل خرد میکردن و از چرندیاتی مثل نفرین تندیس آج و جنازه‌ای که شنا میکرد حرف میزدن. ستوان کلنزه از ترس فلج شده بود که البته از آدم نازک دلی مثل اون بیش از این انتظار نمیرفت. پس به ناچار خودم به هر 6 نفرشون شلیک کردم، چون در اون لحظه این تنها کار درست برای نجات مأموریت بود. جنازه ها را از طریق دریچه به دریا سپردیم بدون مراسم ترحیم مثل یک بار اضافه. حالا دیگه در تمام زیردریایی فقط من و ستوان باقی مونده بودیم. کلنزه بدجور عصبی شده بود و مدام به بطری پناه می برد. تصمیم گرفتیم با همون ذخیره آذوقه و سیستم تولید اکسیژن تا حد امکان دوام بیاریم. اون ملوان‌های ابله، اون گوسفندهای حقیر و ضعیف تمام سیستم‌های مسیریابی رو از کار انداخته بودن. بنابراین هیچ ابزاری در اختیار نداشتیم جز حدس و گمان کورکورانه. خوشبختانه هنوز مقداری باتری ذخیره داشتیم، هم برای روشنایی هم برای نورافکن. هر از گاه با نورافکن اطراف شناور رو وارسی می کردیم. اما غیر از دلفین هایی که مثل اشباح خندان تعقیبمون می کردن چیزی نمی دیدیم. عجیب بود، چون دلفین ها قاعدتاً باید برای تنفس به سطح آب می رفتن. اما خودم یکیشون رو 1 ساعت تمام تحت نظر گرفتم و طی تمام اون مدت حتی 1 بار هم ندیدم که به سطح آب بره. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدیم که هنوز داریم به سمت جنوب کشیده میشیم و بدتر از اون هر لحظه داشتیم به کف اقیانوس نزدیکتر میشدیم. برای پر کردن وقت، نمیدونم، یا شاید برای فرار از فکر مرگ، فهرست جانورها و گیاهان دریایی نادر رو ثبت می کردیم و خودم با سماجت تمام مطالعه می کردم. با این حال بی اختیار متوجه شدم که ذهن ستوان بیش از مسائل علمی گرفتار خیالات و گمانه‌زنی های بی ارزش شده. وزن سایه مرگ قریب الوقوع تأثیر عجیب و نگران کننده‌ای روش گذاشته بود. مدام با حس پشیمانی دعا می کرد و با صدای لرزان بابت مردها و زنها و بچه هایی که در طول خدمتمون فرستاده بودیم ته دریا طلب بخشش می کرد. مردک ضعیف، انگار یادش رفته بود هر کاری که در خدمت حکومت آلمان و نژاد ژرمن انجام بشه ذاتاً شریف و والا به شمار میاد. بعد از مدتی ستوان کاملا از تعادل خارج شد. ساعتها بی حرکت به اون تندیس آج خیره میموند و مدام درباره چیزهای گم شده و فراموش شده در قعر اقیانوس وراجی میکرد. منم هر از گاه، البته فقط به عنوان یک آزمایش روانشناسی، در این خیال پردازی ها همراهیش میکردم و به حرفهای شاعرانه و داستانهای خیالیش درباره کشتیهای غرق شده گوش میدادم. دلم براش میسوخت، چون هیچ وقت دوست ندارم رنج و ضعف آلمانی رو ببینم. اما حقیقتش ستوان کلنزه آدم مناسبی نبود که دلم بخواد کنارش بمیرم. برخلاف اون که وحشت براش داشته بود، خودم به شدت احساس غرور می کردم، چون می دونستم که بعد از مرگم سرزمین پدری یادم و گرامی می داره و پسرانم یاد می گیرن که مثل پدرشون مردانه زندگی کنن و مردانه بمیرن. در روز 9 آگوست بالاخره به کف اقیانوس رسیدیم و نورافکن رو روشن کردیم. اطرافمون تا چشم کار می کرد
دشت وسیع و وهم‌انگیز و مواجی در تمام جهات گسترده بود. اشیای بزرگی با اشکال عجیب و نامعلوم مثل حیوانات درنده زیر لایه‌های ضخیم جلبک کمین کرده بودند. کلنز اصرار داشت که اونجا گورستان کشتی‌های باستانیه، اما من خوب میشناختمش. حتی در قعر تاریک اقیانوس مثل روز برام روشن بود که در پس اون ادعا چیزی ذهنش رو به شدت درگیر کرده. یه برآمدگی به ارتفاع حدود 2 متر و پهنای نیم متر زیر لایه‌های جلبک از کف اقیانوس بیرون زده بود. کنارهاش بیش از حد صاف بودن و سطح فوقانیش به طرز عجیبی صیقلی به نظر می رسید. من گفتم حتما یه تخت سنگه، اما کلنز اصرار داشت که زیر لایه جلبک رد حکاکی دیده. بعد از مدتی هم به رعشه افتاد و وحشت زده نگاهشو از صحنه دزدید. هیچ توضیح منطقی برای وضعیتش وجود نداشت جز این که زیر فشار عظمت و تاریکی و حالت مرموز قعر اقیانوس مشاعرش رو از دست داده بود. سطوان ذهنش خسته شده بود، اما من مثل یک آلمانی واقعی خیلی زود به 2 نکته توجه کردم. اول اینکه زیردریایی فشار اعماق اقیانوس رو به طرز عجیبی تحمل کرده بود و دوم اون دلفینای خندان هنوزم اطرافمون بودن، اونم در عمقی که اغلب دانشمندها معتقدن چنین موجوداتی نمیتونن فشارش رو تحمل کنن. بعد از ظهر 12 آگوست بود که بیچاره کلنزه پاک عقلش رو از دست داد. بی هوا دوید توی اتاقم و فریاد زد: داره صدا میزنه، صداشو میشنوم، باید همین الان بریم. تندیس آجو از روی میز قاپید و گذاشت توی جیبش. بعدش بازومو گرفت و با زور دیوانه‌واری کشید به طرف نردبان عرشه. همون لحظه فهمیدم که میخواد دریچه رو باز کنه و هر دومون رو به کشتن بده. وقتی مقاومت کردم و خواستم آرومش کنم، خشن‌تر شد و گفت: بیا همین الان بریم، منتظر بد نمون. توبه کردن و بخشیده شدن خیلی بهتر از عصیان کردن و محکوم شدنه. دیگه جایی برای مدارا نبود. پس رو راست بهش گفتم که دیوانه شده، دیوانه و از کار افتاده. اما کلنز فریاد زد: اگه دیوانه شدم این خودش رحمته. خدایان به کسی رحم کنن که بعد از دیدن این همه نشونه باز هم عاقل میمونه. تو هم بیا و دیوانه شو هاینریش، تا وقتی که اون هنوز با حس بخشش صدات میزنه. ظاهرا این فوران احساسات باعث شد کمی سبک بشه، چون بعدش آروم گرفت و ازم خواهش کرد که اگر همراهیش نمی کنم لااقل بذارم تنهایی بره. تکلیفم در همون لحظه روشن شد. درسته کلنزم مثل خودم آلمانی بود، اما یه آلمانی عامی بی سواد و حالا یه دیوانه خطرناک. با پذیرفتن درخواستش از شر کسی خلاص می شدم که از همراه تبدیل شده بود به تهدید. ازش خواستم قبل از رفتن اون تندیس آجو بده بهم، اما در جوابم چنان خنده ترسناکی کرد که دیگه حرفمو تکرار نکردم. ازش پرسیدم دلش میخواد یادگاری چیزی برای خانوادش بذاره تا اگر نجات پیدا کردم برسونم به دستشون، اما این بارم در جوابم همون خنده عجیب و تحویلم داد. سطوان از نردبان رفت بالا، منم رفتم سراغ اهرم‌ها و با رعایت فاصله زمانی مناسب دریچه ها رو جوری باز کردم تا بتونه خودکشی کنه. وقتی مطمئن شدم که از زیر دریایی رفته بیرون، نورافکن رو روشن کردم تا شاید برای آخرین بار نگاهش کنم. کنجکاو بودم که بدونم فشار اعماق اقیانوس همونطور که میگفتن بدنشو له میکنه
یا مثل اون دلفین های خندان سالم میمونه. اما موفق نشدم، چون دلفین ها به شکل عجیبی دور برج فرماندهی ازدحام کرده بودن. اون شب کلی حسرت خوردم که چرا مخفیانه اون تندیس آجو از جیب ستوان بر نداشته بودم، چون با اینکه ذاتاً ذوق هنری ندارم نمیتونستم شکل اون جوان تاجدار رو از ذهنم بیرون کنم. گذشته از این، ناراحت بودم که دیگه هم صحبتی ندارم، چون ستوان کلنزه با تمام بیسوادیش از تنهایی بهتر بود. اون شب چشم روی هم نذاشتم، مدام فکر میکردم که لحظه پایان دقیقاً کی میرسه. در واقعیت شانسم برای نجات تقریباً صفر بود. فردای اون روز دوباره با نورافکن مشغول وارسی محیط اطرافم شدم. منظره در سمت شمال تغییری نکرده بود، اما وقتی نورافکن رو چرخوندم به سمت جنوب دیدم کف اقیانوس به طرف پایین شیب برداشته و در بعضی نقاط بلوک های سنگی عجیبی انگار با نظم و الگوی مشخص کنار هم چیده شدن. آدم احساساتی نیستم، اما چیزی که در پرتو نورافکن دیدم واقعا شگفت زدم کرد. البته با تعلیماتی که در بهترین فرهنگ ممکن در تمام دنیا دیده بودم نباید تعجب می کردم، چون هم علم زمین شناسی و هم افسانه ها از جابجایی های عظیم بین دریا و خشکی حرف می زنن. چیزی که می دیدم مجموعه گسترده و پیچیده‌ای بود از ویرانه های باستانی، ویرانه هایی با معماری با شکوه. بیشتر بناها از جنس مرمر سفید بودن و در روشنایی نورافکن می درخشیدن. یک شهر بزرگ در شکاف یک دره باریک با معابد و عمارت‌های متعدد. سقف‌ها ریخته و ستون‌ها شکسته بودند، اما چنان شکوه و عظمت باستانی و ازلی در فضا موج می‌زد که هیچ چیز نمیتونست محوش کنه. وقتی بالاخره با امپراتوری باستانی رو در رو شدم که تا قبل از اون افسانه تصورش می‌کردم، اشتیاقم برای اکتشاف بالا گرفت. مشخص بود که اون دره زمانی بستر یک رود بوده، چون وقتی با دقت بیشتری نگاه کردم بقایای پل‌های سنگی و مرمری، عمارت‌های ساحلی، تراس‌ها و پشته‌هایی را دیدم که قطعاً زمانی سرسبز و زیبا بودند. از فرط هیجان مثل ستوان کلنزه بیچاره احساساتی شده بودم و خیلی دیر متوجه شدم که جریانات زیر دریایی رو از شیب دره پایین بردن و شناور داره روی اون شهر غرق شده فرود میاد و عجیب تر این که اثری از دلفین ها نبود. حدود 2 ساعت بعد شناور روی میدان شهر فرود اومد. از یک طرف میتونستم تمام شهر رو ببینم که از میدان شروع میشد و تا کرانه رود باستانی ادامه داشت و از طرف دیگه با نمای زیبایی از یک بنای عظیم و سالم رو در رو شدم. بدون شک اونجا یک معبد بود که مردمان باستان تو دل صخره کنده بودن. درباره روش ساخت این سازه غولاسا فقط میتونم حدس بزنم. ظاهرا نمای معبد با اون ابعاد عظیم فضای تو خالی بزرگی رو میپوشوند، چون پنجره های زیادی داشت. در مرکز دیوار اصلی ورودی عریضی قرار داشت که راه پله با شکوهی از مرمر سفید بهش منتهی میشد و اطرافش پر بود از تندیس های خدایان باستان. تماشایی تر از همه ستون های عظیم و کتیبه ها بودن، کتیبه هایی پر از صحنه های آرمانی از طبیعت و کاهنانی که هدایای عجیبی رو به درگاه یک خدای درخشان پیشکش می کردن. با دیدن اون صحنه احساس کردم دارم به هنر اجداد دور تمدن یونان باستان نگاه می کنم.
شک ندارم که مردمان این تمدن باستانی تک تک جزئیات اون سازه عظیم رو از دل همون صخره بکر روی دامنه دره تراشیده بودن. اون معبد بخشی از دیواره دره است، هرچند در مخیلم نمی گنجه که شاهکاری به اون عظمت چطور از سنگ یک پارچه تراشیده شده. نه گذر زمان و نه غرق شدن شکوه بکر اون معبد مخوف رو از بین نبردن و امروز بعد از هزاران سال همونطور بکر و بی‌نقص در تاریکی و سکوت بی پایان اعماق اقیانوس آرام گرفته. نمیدونم چند ساعت در عالم خلسه محو تماشای عمارت‌ها و طاق‌ها و تندیس‌های اون شهر غرق شده بودم و همینطور اون معبد غولاسا با زیبایی اسرارآمیزش. با اینکه میدونستم مرگم نزدیکه، حس کنجکاوی مثل خوره به جونم افتاده بود و نورافکن و با ولع در تمام جهات میچرخوندم. روشنایی نورافکن اجازه میداد جزئیات زیادی رو ببینم، اما هیچ نوری از ورودی عریض اون معبد وارد نمیشد. بعد از مدتی به یاد ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی افتادم و نورافکن رو خاموش کردم. شدت تابش نورافکن به وضوح از هفته قبل کمتر شده بود و انگار همون نزدیک شدن تاریکی آتش اشتیاقمو برای کشف راز اون معبد تندتر می کرد. من، کارل هاینریش، مردی از نژاد ژرمن، باید اولین کسی می بودم که قدم در اون مسیر چند هزار ساله می گذاشت. لباس غواصی در آبهای عمیق رو از انبار برداشتم و عملکرد چراغ قوه و سیستم تولید اکسیژن رو آزمایش کردم. میدونستم که کنترل دریچه دولایه به تنهایی کار سختیه، اما مطمئن بودم که با تکیه بر مهارت‌های علمی و فنی خودم میتونم از تمام موانع عبور کنم و به عنوان اولین مرد در تاریخ بشریت در کوچه های اون شهر مرده قدم بزنم. در 16 آگوست از شناور خارج شدم و با زحمت زیاد از بین ویرانه های پوشیده از لجن و جلبک گذشتم تا به کرانه اون رود باستانی رسیدم. هیچ اسکلت یا بقایای انسانی پیدا نکردم، اما از مجسمه ها و سکه ها گنجینه ارزشمندی از دانش باستان شناسی به دست آوردم. فرصت ندارم که درباره اون گنجینه توضیح بدم، اما برای خواننده این نامه همینقدر کافیه که بدونه در برابر فرهنگی ایستاده بودم که وقتی انسان‌های غارنشین در سطح قاره اروپا پراکنده بودن و رود نیل بدون تماشاگر به دریای مدیترانه میریخت، در اوج قله علم و فرهنگ و هنر قرار داشتن. اگر این نامه روزی پیدا بشه، مردم اون دوره باید رازهایی رو کشف کنن که من فقط میتونم مختصر اشاره‌ای بهشون بکنم. وقتی باتری ها ضعیف شدن، برگشتم به شناور و تصمیم گرفتم روز بعد اون معبد سنگی رو کاوش کنم. اما در روز 17 درست وقتی اشتیاقم برای کشف راز اون معبد از همیشه بیشتر شده بود، ناامیدی بزرگی به سراغم اومد. مواد شیمیایی لازم برای شارژ چراغ قوه طی شورش اون ملوان ها، اون خوک های ضعیف از بین رفته بود. آتش خشمم حد و مرزی نداشت، اما منطق آلمانیم اجازه نمیداد بدون تجهیزات وارد سیاهی بی انتهای اون معبد بشم. کسی چه میدونست که چه موجوداتی در فضای تاریک اون معبد کمین کردن و گذشته از این، اگر وارد اونجا می شدم شاید هیچ وقت نمیتونستم راه برگشت از اون هزار توی تاریکو پیدا کنم. فقط یک راه مونده بود، این که نورافکن زیردریایی رو درست روی ورودی معبد تنظیم کنم و خودم بدون چراغ قوه از پله های معبد
بالا برم. از اون جایی که زیر دریایی در ارتفاع پایین تری از معبد به گل نشسته بود، پرتوی نورافکن با زاویه‌ای به سمت بالا به ورودی معبد می رسید. اما تلاشم برای دیدن داخل معبد بیفایده بود. از اون زاویه حتی به سقفش دید نداشتم. تمام جرأتم و یک جا جمع کردم تا از اون ورودی تاریک وارد بشم، اما هر کاری کردم نتونستم بیش از 2 قدم جلو برم. بدتر از همه، بله، من یه آلمانیم و باید با خودم صادق باشم. بدتر از همه این که برای اولین بار در تمام عمرم ترس و تجربه کردم. تازه فهمیدم که منشأ حال خراب کلنز چی بود، چون هرچه اون معبد بیشتر جذبم می کرد، وحشتم از اعماق تاریکش بیشتر می شد. مدتی با خودم کلنجار رفتم و در نهایت برگشتم به شناور. چراغ‌ها را خاموش کردم و در تاریکی نشستم تا فکر کنم. از اون به بعد باید برق رو فقط برای موارد اضطراری مصرف می کردم. شنبه 18 آگوست. تمام اون روز رو در تاریکی مطلق سر کردم. ظاهراً زمان در غیاب نور معنای خودش رو از دست میده. افکار و خاطراتم آزارم میدادن و میخواستن اراده آلمانیمو در هم بشکنن. صدفاً کلنزه قبل از رسیدن به این مرحله دیوانه شده، خودکشی کرده و به منم پیشنهاد داده بود که همراهش برم. یعنی تقدیرم این بود که مشاعرم رو حفظ کنم تا به پایانی وحشتناکتر از کلنزه دچار بشم. واضحه که اعصابم تحت فشاره. اگر نتونم این افکار بزدلانه رو از خودم دور کنم، ممکنه همه چیز از دست بره و این نامه هیچ وقت به دست نسل‌های آینده نرسه. شنبه شب خواب به چشمم نیومد و بی توجه به آینده چراغ‌ها رو روشن کردم. خیلی بد میشد اگر ذخیره برق زودتر از آذوقه و هوا به اتمام میرسید، چون اون وقت حتی فعل نفس کشیدن برام وحشتناک میشد. دوباره به فکر مرگ سریع و راحت افتادم و 7 تیرم رو وارسی کردم. یک شنبه، احتمالاً در مقطعی با چراغ‌های روشن خوابم برده بود، چون امروز بعد از ظهر در تاریکی مطلق چشم باز کردم و دیدم که باتری‌ها خالی شدن. چند باری کبریت روشن کردم و با تمام وجود به بی تدبیری خودم لعنت فرستادم که مدت‌ها قبل ذخیره شمع زیردریایی را مصرف کرده بودیم و حالا هر جرقه کبریت آخرین امیدم بود. وقتی آخرین کبریتی که جرأت هدر دادنشو داشتم خاموش شد، توی تاریکی مطلق بی حرکت نشستم. این فکر کردن به پایان کارم، ذهنم برای مرور اتفاقات قبلی به کار افتاد و کم کم به حسی رسیدم که تا اون لحظه در وجودم خواب بود. حسی که نمیدونستم بیدار شدنش باعث نجاتمه یا نابودیم. حسی که اگر آدم ضعیف و خرافاتی بودم به وحشتم مینداخت. چهره تندیس خدای درخشان حکاکی شده روی دیوار معبد دقیقاً همونی بود که روی اون تکه عاج قرار داشت، همونی که توی جیب اون ملوان سبز رو پیدا کردیم و بیچاره کلنزه با خودش به قعر دریا برد. از اون شباهات کمی گیج شدم. البته ترسی احساس نمی کردم. فقط ذهن‌های درجه 2 هستن که پدیده‌های عجیب و پیچیده رو با میانبر ابتدایی ماورا طبیعه توضیح میدن. اون شباهت عجیب بود، اما من منطقی تر از اون بودم که به خرافات متوسل بشم یا زنجیره فجایع بعد از ماجرای کشتی ویکتوری رو به هم ارتباط بدم. هرچند این انکار چندان هم اسباب آسودگی نبود. حس می کردم که نیاز به استراحت دارم
پس یه آرام بخش خوردم و دوباره خوابیدم. تصمیمی که بعدها فهمیدم اشتباه بوده. وضعیت بغرنج عصبیم حتی در عالم خواب خودش رو نشون میداد و مرز بین واقعیت و کابوس رو از بین می برد. انگار صدای فریاد کشتی شکسته ها رو می شنیدم و چهره های مسافرهای مرده ای رو می دیدم که صورتهاشون رو به پنجره های زیر دریایی چسبونده بودن و عجیب تر این که بین اون چهره ها چهره تمسخرآمیز اون جوان سبز رو هم بود. امروز شنبه یا سه شنبه، مطمئن نیستم. باید در ثبت وقایع امروز دقت کنم، چون تعادل عصبی مختل شده و قطعاً تفاهم رو با واقعیت اشتباه میگیرم. وضعیتم از نظر علم روانشناسی خیلی جالبه و حیف که یک متخصص آلمانی اینجا نیست که به صورت علمی بررسیش کنه، چون خودم در آن واحد هم آزمایشگرم هم موش آزمایشگاهی. وقتی چشم باز کردم اولین حسی که سراغم اومد میل افسار گسیخته‌ای بود برای رفتن به اون معبد سنگی. میلی که از یک طرف هر لحظه قوی تر می شد و از طرفی مکانیزم دفاعی ترس تلاش می کرد تا مانعش بشه. مدتی بعد در تاریکی مطلق حس کردم که از جایی نور می بینم. انگار از پنجره رو به معبد یه جور درخشش فسفوری توی آب می دیدم. کنجکاو شدم، چون هیچ موجودی رو در اعماق اقیانوس سراغ نداشتم که چنین نوری تولید کنه. اما قبل از اون که بتونم بررسیش کنم، حس دیگری هم به سراغم اومد که چون غیر منطقی بود باعث شد به عمل کرده حواسم شک کنم. اون حس چیزی شبیه توهم شنیداری بود، یا لااقل این تنها اسمیه که میتونم روش بذارم. یه صدای موزون شبیه موسیقی، یه نوای وحشی اما زیبا که از بیرون شناور به گوش میرسید. همون لحظه مطمئن شدم که تعادل سیستم عصبیم به هم خورده. پس چند تا کبریت روشن کردم و یه دوز محلول برومید سدیم خوردم، به این امید که یا حواسم آروم بشه یا لااقل دیگه صدایی نشنوم. صدا انگار محو شد، اما اون درخشش هنوز اون بیرون بود. یه جور اشتیاق کودکانه وادارم میکرد که برم به طرف پنجره و منبع نور رو پیدا کنم. اون نور وحشتناک جوری واقعی به نظر میرسید که میتونستم تمام اطراف رو ببینم، حتی لیوان خالی برومید سدیم که یادم نبود توی تاریکی اونو کجا گذاشته بودم، و همون کوچکترین نشانه از نظم در اون آشوب نورانی بود که ذهنم رو به هم ریخت. رفتم جلو و لیوانو لمس کردم. واقعا همونجا بود. انگار دنیا تصمیم گرفته بود با هم بازی کنه. پس یا اون نور واقعی بود یا توهماتم به حدی ثابت و منسجم بودن که نمیتونستم از شرشون خلاص بشم. پس مقاومت رو گذاشتم کنار و رفتم به برج فرماندهی تا منبع نور رو پیدا کنم. اصلا شاید یه زیردریایی دیگه بود. شاید قرار بود نجات پیدا کنم. بهتره که خواننده این نامه از اینجای کار به بعد هیچ یک از موارد مکتوب رو به عنوان حقیقت عینی نپذیره، چون وقتی وقایع از دایره قوانین طبیعت خارج میشن دیگه فقط زایده ذهن فرسودن. وقتی به پنجره برج فرماندهی رسیدم، کف اقیانوس کمتر از حد انتظارم روشن بود، چیزی که فقط حس بدگمانیم رو تقویت کرد. نه از جانوران و گیاهان فسفورسانی اثری بود و نه از اون شهر شیبدار. فقط سکوت مخملی مطلقی که مثل یک قلب بیمار هر از گاه می تپید تا به هم یادآوری کنه که هنوز اونجاست. چیزی که دیدم
نه نمایشی بود و نه ترسناک. با این حال آخرین ذره اعتماد به هوشیاری ما نابود کرد. تمام پنجره های اون معبد سنگی با نور نبضداری می درخشیدن، جوری که انگار آتش عظیمی در داخل معبد زبانه می کشید. در عالم خلسه خیره به اون پنجره های روشن دیوانه‌وارترین رویاهای ممکن رو به چشم دیدم. رویاهایی که حتی نمیتونم تعریفشون کنم. وهم برم داشته بود. خیال برم داشته بود که چیزهایی را داخل معبد میبینم، بعضی ثابت و بعضی متحرک. دوباره داشتم همون موسیقی خیال انگیز رو میشنیدم و تمام اینها حول همون جوان سبزرو و تندیس عاجی میچرخید که نقشش روی ستونها و کتیبه های معبد تکرار شده بود. به یاد کلنزه افتادم. یعنی جنازش با اون تندیس توی جیبش کجای اون دشت پهناور آرام گرفته بود. کلنزه به هم هشدار داده بود و من گوش نکرده بودم. اما خب، کلنزه دهاتی کودن بود که از فشار عصبی دیوانه شد. فشارهایی که برای مرد اصیلی از نژاد ژرمن به راحتی قابل تحملن. حالا دیگه میل به بیرون رفتن از شناور و وارد شدن به اون معبد تبدیل شده به یک فرمان مطلق و غیر قابل توزیع. دیگه هیچ مهاری روی اراده آلمانی خودم ندارم و تنها اختیاری که برام مونده قدرت انتخاب در موارد جزئیه. همین جنون بود که کلنزه رو بدون لباس قواسی به کام مرگ کشید. اما من یه آلمانی اصیلم، یه آلمانی اصیل و عاقل که تا آخرین لحظه از باقی مونده ارادم استفاده می کنم، حتی اگر این آخرین لحظه خیلی نزدیک باشه. وقتی تصمیمم برای رفتن قطعی شد، لباس قواسی و دستگاه تولید اکسیژن رو از انبار برداشتم و بلا فاصله شروع کردم به نوشتن این گزارش، به این امید که روزی برسه به دست دنیا، حتی اگر خودم هیچ وقت نباشم که نتیجهش رو ببینم. نامه رو داخل یه بطری مهرموم می کنم و موقع ترک همیشگی شناور رهاش می کنم تا برسه به سطح آب. هیچ ترسی ندارم، حتی از پیشگویی های اون کلنزه دیوانه. از یه چیز مطمئنم، چیزهایی که دیدم واقعی نیستن و این جنون با اتمام ذخیره اکسیژن نهایتاً باعث خفگی میشه. لااقل این پایان برام قابل درک و قابل هضمه. درخشش اون معبد یه توهم محضه و من مثل یه آلمانی اصیل آرام و خونسرد وارد ظلمات فراموش شده اون معبد میشم. آره، حتی این خنده های اهریمنی که حین نوشتن این کلمات میشنوم زایده ذهن بیمارمه. پس با دقت تمام لباس قواسیم رو میپوشم. در کمال شهامت از پله های سنگی بالا میرم و قدم به اون معبد باستانی میذارم. اون معبد باستانی، راز خاموش دریای بیقرار و سالهای بیشمار.